یگان داستان تتلو رو کی کشید اول وسط؟ یعنی تو میدونستی یا عرفان خود گفته بود؟ خود ستاره ببین، از اول بخوام خیلی خلاصه بگم، بالا توی اتاق دختر روز اول که من چمدونم از ماشین راننده‌ای که اومده بود دنبالم در بردم که ببرم توی اتاق، تا وارد شدم اولین صحنه که دیدم ستاره بود که چمدونشو باز کرده بود، داشت لباسشو میچید توی تختش. بعد ما اصلا سهر خانم هنوز ندیده بودیم. م؟ نبی ستاره در من چی میدونستی سحر هووی منه؟ آه مثلا خود مال سحر ستاره این حرف قریشی زد. خود ستاره این حرف زد سهر که هویه منه. من اینو تو ضبط به سحر گفتم جلوی خود ستاره. گفتم خانم قریشی گفت چه خبر، که کات کردن این تیکه ها رو نذاشتن. خب خانم قریشی گفت چه خبر، گفتم هیچی خانم قریشی. ستاره بالا تو اتاق دخترم که سحر هویه منه، سحر هویه منه. منم گفتم تو سگ کی بشی بخوای هویه سحر قریشی باشی. اینو گفتم اینو گفتم سحر یهو زد زیر خنده. بعد گفتن کات دیگه راجع به آه تو کسی ضبط صحبت بود نکن. اینجوری گفتی؟ پشمام. آره تو ضبط گفتم.